خط موجی است که از بستر عواطف انسانی برخیزد و بر ساحل احساسات و لذتها پر گشاید و آنچه بر نسلها گذشته است از شوری و تلخی قاصد منزلگه آن باشد که بدین وسیله سبب معرفی هویت نسلها بر عصرها می گردد و بدان زبان خاموشی جاویدانه گویند که پیام جاوید را بر روح و روان انسانی در نماد صورتهای معانی که تأثیرگذار است می رساند. مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می کنم. ما در رابطه به خط نستعلیق منتها قلم جلی نستعلیق به خاطر انتخاب کردیم که ما شما میفهمیم که جز فرهنگ ماست و در این رابطه دانشمندای ما یا امو اساتیدی که امروز در بین ما نیستند در ابتدا آدمی خط شروع کردن و چون گره خورده با فرهنگ ما به او خاطر ما اول همین خط نستعلیق کردیم. بعد از او باز نظر به مرور زمان، نظر به ایجاب وقت میتونه که باز خطهای دیگر هم از قبیل نسخ، ثلث، دیوانی نوشته کنیم. زیبایی ها همیشه در کشش ها و در دایره ها معمول است. چندان حروف در خط یکی از شاخصه های هنر خط گفته میشه که خط یک هنر موسیقیایی است. چی در خط نستعلیق باشه، چی در خط ثلث باشه، چی در خط نسخه باشه، یعنی تمام خطوط باید یک هنرمند خطاط ماهر باشه تا بتونه که مثلا به زم خود کاری را انجام بده که منحصر به خودش باشه. میگه داند آن کس که اهل دل است که صفای خط از صفای دل است. یعنی که این پس اینال بر ما میفهمانه که هرچه روح در حقیقت به زیبایی ها تعلق داره. هر قدر روحانیت یا معنویت در وجود انسان تکامل پیدا میکنه به همون اندازه این نشأت میکنه در کارهای هنرش. استعداد و شایستگی نقش مهم داره در قسمت فراگیری هنر، هر چی که باشه. هنری را که انسان بخواه او خواهی نخواهی هم انتصابی شده میتونه هم انتخابی شده میتونه. اگر از بغزن توفیق عطای نرسد، سعی سودی ندهد، جهد به جای نرسد. واقعا همین کلمه را که میگیم اول خواهم سعی و استعداد بسیار مهم است که در وجود انسان پرورش بفهم و او را بالاخره تبارز بده و به جامعه او را اشاعه بکنه و جامعه است که طبعا دیگه اونمو فرد به یک معراج میرسانه. خط اتصال، آغاز گفتگو، قاصد اسرار، بستر یقین و باور، صورت حقیقتهای درونی، نقطه پایان گفتگو که از حریم اندیشه ها برخیزد و بر ساحل مفاهیم و معانی بنشیند تا علائم و خصوصیات روانی، فردی و اجتماعی را به صورتهای مختلف در حالات و وضعیت کلی از طریق نوشتنها بیان دارد که آن را صورتی زیبای هنری هنرمندان گفته‌اند. قبل از اسلام دو نوع خط وجود داشت که یک خط کوفی ناقص و یکی هم خط کوفی جزم موجود بود پیش از اسلام که بعد از زمانی که اسلام ظهور میکنه خطوط کوفی اختراع میشه و قرآن عظیم شان را نیز توسط خط کوفی به وجود میاد. چون خط کوفی یک ذره خط بسیار ثقیل و
مشکل بود. زمانی که ابن مقله بغدادی خط نسخ به وجود میاره، تمام خطوط منسوخ میسازه و خط روان را به وجود میاره که تمام مردم میتونن به صورت درستش از اون خطوط بیاموزن. از مجموع خط تعلیق و نسخ، خط نستعلیق به وجود میاره که اکثریت کسان میگن که میرعلی تبریزی اساسگذار خط نستعلیق است و همچنان میرعلی هیروی که اینا در قسمت انکشاف و تکمیل خط نستعلیق خدمات بسیار زیاد را کردند. علت انحطاط و عدم کاربرد خط در افغانستان یکی از پدیده های بسیار شومی بود که در واقعیتش که در تاریخ خط، در تاریخ هنر افغانستان به وجود آمد. فعلا خط در افغانستان حالت نزولی خود می پیماید. عوامل متعدد است که بالای از بین رفتن خط و یا ضعیف شدن خط در افغانستان موجود است و یکی از عواملش هم موجودیت مسائل دیجیتالی است یا تکنیک است که فعلا جریان داره. به خاطر سهولت و به خاطر تجارت خود خط ببینیم، خط واقعا یک هنر ثقیل است، یک هنر کمی مشکل است و این کسی مشکلات برای خود نمیگیرن و بزرگترین فرصت مراجعه میکنن، مثلا در دیجیتال میرن و از او استفاده میکنن و بزرگترین فرصت به هدف خود میرسن. در حالی که اگر یعنی خط خودشان یاد داشته باشند، خط سر زحمت بکشند، تلاش بکنن، فکر میکنم که دیجیتال حال جای خود باید برای هنر خطاطی و خوشنویسی باید بده. خطاط میتونه که در کمپوزیشن خط تغییرات فوق‌العاده به وجود بیاره، تحولات بیشتر و خوبتر در خط به وجود بیاره تا اینکه ما از دیجیتال استفاده کنیم. دیجیتال یک موضوع تکنیکی است و بود و هم تر گفتم با هم تراوش دماغ خود انسان است. ما دیجیتال جور کردیم، ما برش اسناد داریم، ما برش به اصطلاح نمونه داریم. یکیشون ما کمپوز میکنیم و افتخار بالای از اون میکنیم. نه، این افتخار باید ما خود ما داشته باشیم که ما با قلم، با نهی که در دست خود داریم، چطور میتونیم یک پارچه خط کمپوزیشن بکنیم و یک پارچه خط به زیبایی و به خصوصیت‌های مقبولش بتونیم برای بیننده بیان بکنیم تا علاقه‌مندی مردم بیشتر به خط شود و خط بیاموزند و در قسمت انکشاف خط تلاش‌های بیشتر و زیادتر را بکنند. جامعه که در حوزه هنر انکشاف کرده، تمام مسائل از نگاه فرهنگی، عقلی، فکری، تمام مسائلش رشد میکنه. از نگاه اقتصادی هست، تمام جوانبی که موضوعاتی که در داخل یک مملکت است او رشد میکنه و در کشوری که مثلا هنر نمی باشه فکر کنه که تمام او ملت مرده. فرهنگ به دو بخش تقسیم میکنیم که یکی فرهنگ ملی مردم است و یکی فرهنگ بین المللی مردم است. ما به خاطر از اینکه هماهنگ شویم با فرهنگ های کشورهای جوار خود، با کشورهای اسلامی، اگر یک گفتمان بین المللی شرقی ایجاد شود، کشورهایی که در رابطه مثلا با هنر خطاطی و با هنر مینیاتور و با سایر هنرها کار میکنن، زحمت میکشن، اگر یک گفتمان صورت بگیرد در یکی از کشورها و روی بیرون رفت از معضلات هنرهای خط و همچنان همین هنرهایی که در کشورهایی که عقب مانده هستند در این کشورها دایر شود، فکر میکنم که تاثیرات بسیار مثبت و خوب را بالای هنر ما و هنرمندای ما داشته خواهد. هر نسلی بر نسلها هنری خیش را که صورت ذهنی آن نسل است به یادگار می سپارد و بدین وسیله نیازها را تعریف و بیان می دارد که وجود ارزشها را به عنوان حقیقتهای فردی برای اجتماع بشری که تجسم روحی است نمایش می دهد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید که الخط نصف العلم، یعنی خط نیمه از علم است. یعنی آموزش هنر خوشنویسی و یا خط تنها به زیبایی خط، تنها به خود خوشنویسی
مکتفی نمیشه. یعنی خط میتونه که به سر املای انسان، سر انشای انسان، سر ادبیات انسان، سر خوانش انسان و در تمام مسائل به کلش ارتباط دارم. تقابل به هنر سنتی یا هنر خوشنویسی با ابزار دیجیتالی یا مدرن با اینا است و تنهایی صدق و قسمت خوشنویسی نمیکنم. در تمام بخش‌ها مثلا یک وقت شاید ماشین‌های بسیار معمولی در قسمت نجاری بوده، اینا بوده که اره و تیشه و اینا بوده، ولی حال ابزار پیدا شده توسط دستگاه بسیار الکترونیکی و برقی که میتونن که تمام کار تیشه و رنده و همه کارهای نجاری را انجام بدن و در تمام عرصه‌ها. اما باز آدم اگر بسیار دقت کنه خود همین فونت را یا نرم افزار را که در قسمت خوشنویسی در داخل کامپیوتر میشه، امورم بازم بالاخره مهارت از او یک هنرمند، یک خطاط پیدا شده که تا امو نرم افزار به وجود آورده و در داخل امو برنامه دیجیتالی ساخته. به این خاطر خب بازم شاید روز به روز، ولی وظیفه دولت ها است که باید در این قسمت کمک کنه، یاری کنن و کسایی را که هر قدر که با وصف وزیام که هنر دیجیتالی پیش میره باید بر امی هنرهای سنتی اینا هم ترویج بده و با هنرمندا با اینا همکاری کنن تا اینکه اونا می هنرهای سنتی هم جایگاه خود تا حد را بتونه حفظ کنم. توقع ما از کلگی به ویژه دستاندرکارا، کسایی که به این موضوع ارتباط دارند، خواهش ما اینمی است که برای هنر ارزش بیشتر قائل شوند و مثلا ما در مکاتب میبینیم که برای مضمون حسن خط و مضمون هنر خوشنویسی هیچ کس اهمیت قائل نمیشه و به کسایی را افراد غیر مسلکی را مضمون خط برشان میتن که تدریس بکنن که متاسفانه اونا نه خودشون آموزش خط دیدن و نه درباره خط معلومات دارن. به این خاطر باید در قسمت هنر افراد را استخدام کنن تا اینکه هنر بتونن واقعا گسترش بدن. هنر خط و خوشنویسی صورتی است که هزاران صورت زیبای معانی را در درون خود به عنوان رمزها، رازها و اسرار نهفته دارد. گهی دردها و گهی احساسات انسانی را برمی انگیزد و صورت معانی پنهان را در روان آدمیت روشن و ضمیر ناخودآگاه آن را متجلی می سازد و به عنوان وسیله تعارف طرز تفکر، عاطفه، فرهنگها و ارزشهای زمانی برای نسلها گفته می شود. انسان موجود زیبا پسند و زیبایی بر مغز انسان آرامش میده و برعکس شم نازیبایی مغز ناراحت میسازه اگر تناسب موجود نمی باشه. بنابراین هنر شما میفهمین اصلا تعریف، یکی از تعریف شما همیست که یک فعالیت انسانی است که باعث خلق زیبایی میشه. فایده دیگه که هنر دارد در شخصیت انسان، حس خلاقیت در وجود انسان رشد میده با هر کار هنری و مخصوصا وقتی شما خط زیبا را میبینین میتونه این حس پیشتان بیشتر شود و شما هم الهام بگیرین و این کار انجام بدین. در مضامین مکتب هنر خوشنویسی یکی از مضامین است، اما متاسفانه که زیاد توجه برش نمیشه، ولی ضرورت است برای رشد کودک و نوجوان و جوان ما که بتانن یک روان سالم داشته باشه و در اثر یک روان سالم میتونن یک شخصیت سالم داشته باشه. در مجموع هنر یک روح و کیفیت اجتماع است. جامعه‌ای که در او کارهای هنری کمرنگ باشه در مجموع یک جامعه بی کیفیت و بی مزه می باشه. قدما شما تجربه دارین وقتی شما به بعضی جایی که سفر میکنین که از ساختمانهای قدیمی داره، نظر به مهندسی که در وقت شده بود، تناسبی را که در نظر می گرفتن بر شما حس آرامش میداد. وقتی شما میبینین که یک جای یک مشق خوب صورت گرفته، یک نوشتی خوب است، مثلا در یک دیوار شما ایره میبینین یا در یک تابلوی میبینین، بر شما حس آرامش میده. بنابراین
در جامعه‌ای که کارهای هنری کمرنگ می باشه متاسفانه اونمو کیفیت و مزه در او جامعه کم می باشه و ای که ما کار با دست انسان انجام میتیم سلیقه انسان در او است. خود از امو نوشته در حقیقت یک پیام زندگی و یک کیفیت برای شما میده نسبت به یک کار کامپیوتری. وقتی یک انسان کاری را با دست خود کار کرده شما همراه از او روبرو میشین، خود از هم کار در حقیقت همراه شما ارتباط برقرار میکنه و با روحتان با روانتان گپ میزنه، قلب شما را لمس میکنه. دیگه به نظر من اگر ما این صنعت و یا این هنر در جامعه رشد بتیم میتونه اونمو کیفیت و شادابیت و یک لطافت و نزاکت در زندگی افراد جامعه بیشتر بسازه. تمام رویدادهایی که در یک جامعه گذشته اینا را ما به نام حافظه جمعی یا حافظه جامعه یاد میکنیم که یکی از اجزای مهم حافظه جامعه کارهای هنری می باشه و مخصوصا در فرهنگ ما میبینیم که امی کتابت و مخصوصا نوشته قرآن کریم با صنعت خوشنویسی و خطاطی بر ما انتقال کرده و علمای زیاد در این راستا من حیث یک عبادت بزرگ کار کردن که آثارشان موجود است. بنابراین اگر تو بر شما بگویم که خوبترین قسمت حافظه جامعه برجسته ترین جایش کارهای هنری و در سرلوحش میشه بگوییم که کار علمای ما و مخصوصا خوشنویسای بزرگ تاریخ ما که قابل افتخار است بر ما، یعنی اگر افغانستان از افتخارات خود نام ببره حتما استادای خوشنویس از بهترینایش بوده. بنان اگر ما یک موضوع را تکرار نمی کنیم آهسته آهسته از قسمت آگاه ذهن ما فراموش میشه. حافظه تاریخی هم همینطور است. مهم است که ما کدام قسمت ها را می خواهیم به یاد ما بانه یا به یاد نسل آینده بانه. اگر مثلا یک استاد تاریخچی هنر خوشنویسی را در افغانستان بیان میکنه و از استادای بزرگ نام میبره، اینا در حافظه نسل ما دوباره زنده میشه. ولی اگر متاسفانه بی‌توجهی شوه و یادآوری نشه و قدردانی نشه آهسته آهسته به باد فراموشی سپرده میشه و مخصوصا در دنیای امروز که سرعت زندگی بسیار زیاد شده و هر روز حادثات نو واقع میشه میتونه موضوعات قبلی را متاسفانه فراموش بسازه. انال حرفای ما که خورد است، الف است، دال است، ری است، واو است، تا است، ای است و میم. خود از این چی درس میاد؟ خب تو غلامی درس تا خوب صحیح متوجه باش، دقیقا درس دیگه موندی. بعد از اینکه خلاص شده بچه خوب باز درس ترکیبات میه، باز درس ترکیب بی است، بی و الف، بی و تی، بی و جیم تا آخرشه. باز ترکیب جیم شروع میشه، تو جیم و الف، جیم و بی، جیم و جیم تا آخرشه. همون رقم ترکیبات تا آخرش است. باز بخیر ترکیبات خلاص شد باز درس کلمه نویسی شروع میشه. آفرین شما.